سلام. امیدوارم تو این هوای سرد و زمستونی دم همگی گرم و اوضاع و احوال رو برا باشه. راستی سومین دوره مذاکرات صیدلی و شرکا با 5+1 به کجا کشید؟ بالاخره 5+1 6 شد، 7 شد، بابا چند شد؟ پایان سومین دوره مذاکرات کارشناسی و فنی ایران و 5+1 برای تعیین سازوکار اجرایی توافق ژنو. ابراز خوشبینی برای حل اختلافات باقی مانده در دیدار چهارم. ما نفهمیدیم اظهار بدبینی صیدلی به مذاکرات رو باور کنیم یا خوشبینی این یکی‌ها رو؟ شایدم بهتر باشه به جای اینا بدبختی جمعی جونورای نظام رو باور کنیم که از زور خفگی دارن واسه مذاکره بالبال میزنن. رهبر معظم انقلاب از گروه مذاکره کننده هسته‌ای حمایت کردند و ما هم حمایت میکنیم. انشالله مذاکره کنندگان خطوط قرمز را رعایت کنند. بله اینجوری هست. مذاکره آشیه که هم نوچه های خامنه ای هلاکشن هم مهره های کوسه. منتها یکی میگه با قاشق بزنیم تو رگ، اون یکی میگه نه با کاسه سر بکشیم. مثلا اولاغچی لهله کوسه و شیخ فری واسه مذاکراتو اینجوری آنتنی میکنه. سازوکارهای اجرایی مربوط به اکثر بحث‌های توافق ژنو پیدا شده، توافق در موردش صورت گرفته. چند مورد هنوز باقی مونده که این رسیدگی به اونها دیگه از به هر حال حیطه کارشناسان خارج هست. 2 مورد یا به نوعی 3 مورد هست که هنوز باقی مونده. ناشی میشه از به نوعی اختلاف در برداشت‌های ما از توافق ژنو. به نظر من امر طبیعی هست. هر سندی به هر حال ممکنه که تفسیرهای مختلفی ازش صورت بگیره. منظورش اینه که بابا اینقدر به اختلافات پیله نکنی. یه گیر و پیچای این وسط هست، اما با یه حول دست جمعی میشه ماشین نظامو از این گردنه درب و داغون رد کرد. چجوری؟ خب معلومه اینجوری. صیدلی که میدونه اگه بیگدار با آب بزنه یه چنین بلایی سرش میاد، یه پاش رو ترمز، اون یکی پاش رو گازه. قصه حقوق بشر که تمام شد، موشک‌های دوربرد را بهانه می‌کنند. در این مذاکرات اگر حرفی غیر از انرژی هسته‌ای گفتند، بگویید فضولی موقوف. چشم ما از این مذاکرات آب نمی‌خورد. دنیای استکبار نظام اسلامی را نمی‌خواهد. خوب می‌دانند ما بمب اتم نداریم. بهانه بمب اتم که تمام شد، سراغ حقوق بشر می‌روند. حالا اگه شما از بنده موشکاف بپرسید که آخه این چه مرضیه که اینا گرفتارش شدن، توی کلمه میگم جنون گاوی. اونم نه هر گاوی، گاوی که سرش تو خمره اتمی گیر کرده و زهرمالی هم شده. اگه خمره رو نشکنه خفه میشه، اگه بشکنه اون وقت باید بره واسه شاخ به شاخ شدن با دنیا. به قول شیرازی ها اوضاع علیه. روزا گذشت سیدلی بی فایدن، جوونا شیشه جون رو زدن شکندن. حالا سید بخوای نخوای بیای نیای، بیشینی پشید باشی نباشی بوکر باکری روسیا. ریشه شدی تو به بلا اوضاع علیه، نظام تو در رفته لنگه. کلکه بیزوری مجنو نمیشنو پی صدای جلنگش.
با شیراز میوزیک. خب خفه بمیر دیگه سیدری دیگه پشت بینه میامد بخونه یا خب مرض چه ترفته سیدل بگو چه شده اصی حال نداری از دستی ما دیونه شدی و میخوای بخوابی بن علی میبیند بهت میگه چی تو شد میگی رفتی آستکی و حالا نوبت ما شد دیرم میون توی کلت یه وقت تشوری مثل برق زمستون برو سیدلی حقی بزن کنار نوبت شیرازی های بابا آب ملولی خوردی دیگه مسی و ویلو شیشات وجه میزنه نشستی کنگ ویلو قربون مشتبات بری با اون ریختش نکبر موشکا